فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا محمد هم از تاجیکستان سوالش این بود که قبل از سلام دادن امام اگر مقتدی بادی ازش رها بشه حکم نمازش چیه؟ بل وقتی که کسی در نماز هست و حکم راجح در این زمینه اینه که ولو اینکه قبل از سلام باشه، یعنی تمام نمازش کامل بوده فقط سلام رو مونده که یعنی با امام در واقع سلام نداده، قبل از سلام امام نمازش چه قصدن این نماز رو باطل بکنه، اصلا نماز رو ویل بکنه، یا اینکه وضوش بشکند، در هر صورت نمازش باطل شده و این شخص باید برود دوباره وضو بگیرد و دوباره از سر نو نماز بخواند. این نمازش معتبر نخواهد بود. ولو این که من اینو تاکید کنم، ولو این که قبل از سلام باشه، قبل از سلام هم اگر وضوش بشکند نمازش باطل شده و حتما باید این نماز رو اعاده بکن، زیرا که سلام دادن یکی از فرایض و ارکان نماز.